زندگی شاهراهی بزرگی را میماند که از پیراههای گوناگون عبارت است و در پیراهه زندگی انسان همیشه با آدمان گوناگون طبع و گوناگون کار روبرو می شود. یعنی آدمانی هستند که دلشان مانند آینه روشن و پاک است. آدمانی هستند که صمیمیتشان برابر به سربلندیشان است و همین گونه کمترین عامل سبب شده است تا صاحب احترام و محبوب مردم باشند. هنرمند مردمی تاجیکستان افضلشاه شادی زاده دهه پنجرود است. او در این مکان زیبا در عائله مرد دهقان و صاحب احترام به دنیا آمده است. زمان کودکیش در پنجرود سپری شده است. من در پنجرود کلان شدم، در دهه‌ای که مقبره بابای رودکی است و دهه پنجرود دهه زادگاه بابای رودکی است. در همونجا کلان شدم. اونجا زادگاه من است و بعدا در غوسر جماعتی به نام لایق شیرالی امروز دهه بسیار قدیمه است. اونجا در غوسر مکتب میانه خواندم. افضلشاه میگوید که پدرش میان مردم به کارهای سازندگی و راهبری مشغول بود و مادرش بانوی بود از سابقه‌داران مکتب و معارف، ولی در تربیت او سهم پدر بزرگش بابای شادی کلان است. بابام که بسیار دانشمند بزرگ بودن، عالم بودن. بابای من همراه بابام سمرقند، بخارا، دوشنبه می اومدیم. بابام هنوز سالهای 68 69 سال عصر گذشته در دوشنبه حولی و خانه جای داشتن، بسیار آدم با دولت بودن و من می اومدم با همراه بابام در دوشنبه می ایستادم. بزرگ بودن، آدمی نیک بودن، با دولت بودن که مردم یاردن میدادن و پدرم همچنان رئیس کلخوزی به نام رودکی بودن قریب 25 سال و بعد بود رئیس رایپا شدن، رئیس زکات کنتور رایون شدن و مادرم سابقه دار بودن 40 سال هم در باغچه کودکان و هم در مکتب میانه معلمه بودن مادری من و مادرم هم بسیار مادر شیرین بودن، زباندان بودن، عالمه بودن و کس زیاده از 6-7 هزار کتابی که در کتابخانهشون بود در خانه بود همون چیزا در من ماند. امروز از مادرم زیاد چیزا ماند. یعنی مادر بسیار کتابخوان و کتابدان بودن، دانشمند بودن. من خوشبختانه افضلشاه شادی را از زمان کودکیش میشناسم. ما هم همسایه دیوار به دیوار بودیم سالهای دراز. حاضرم امروزم خانه بود، خانه های پدری ما در شفت همدیگر هستند. مادری افضلشاه ینگ محبانه بسیار انسانی کتابخوان بودن، خیلی زیاد کتاب میخوندن. کتاب گم که مادر من هر دویشون از همدیگر کتاب میگفتن میخوندن و وقتی که من به دیه می اومدم اولین سوال از من این بود که پسرم بچم چی کتاب آوردید؟ این خیلی کتابخوان بودن. این یک صفتی که مثلا افضلشاه در خانواده بسیار به فرهنگ تولد شد. هنوز زمان کودکی افضلشاه میان همسالانش با زیرکی و دانایی فرق میکرد. این حالت برایش از قصه و حکایه های مادر مهربان و بابای خردمندش رسیده بود. پدر بزرگوارش چون محبت پسر را به شعرخوانی احساس میکند برایش اسباب موسیقی میخرد تا پسرش سرگرم عالم صنعت باشد. هنری سرندگی در خانواده پدر مادر در این نبود، لیکن افضلشاه وقتی که کودک بود میبرمد دهمه دری دروازه یک خرک موندگی بود میشش پدرش یک رباب به وی گفته عقلی خودش دراز بود. افضلشاه اون وقت هم یک کودکی مثل این که وی بود همین یک ربابی از خودش دراز همیشه در دستش مینواخت سرود میخوند و هیچ کس گمان نداشت که افضلشاه این خیلی یک سرانده نامدار میشه. ما گمان میکنیم که یک هوس است همین خیلی، لیکن با همون تورکش افضلشاه البته در صحنه های مکتب یک بار دو بار سرود خواند، در صحنه های نوحیه همین محبت به سرود مثل اینکه مادرزاده ازلی بود. بابای من بابای شادی 103 به درآمده از دنیا گذشتن. 60 سال اون کس چوپان بودن. اول مال مردم، بعد مال پدرم عمکم مال خودم بانی میکردن و من همراه بابام همون کوهستان پنجرود به یک کوه دره اسکاران میگن. در همون کوه اسکاران بلندی ها برامده اونجا
арча майдон ҳасту кӯли калон ҳасту болои ҳам қишлоқи мо ба баъд асб кати рафта ҳамунҷа бобом ба хӯрок мебурдам мола нигоҳ мекардам ва умуман тарбия аз бобом аст. ман ёдам ҳаст ки чӣ хел як инсоне будан бисёр озод баён, як инсоне ки месурудан ҳамин дар деҳа як боғи бисёр зебо доштанд дар ин кӯчаҳои деҳаи панҷуруд дар ҳамин бари девор он кас аллакай солхӯрда буданд лекин як овози бисёр бақуввати тавоно доштанд ки аз ҳамин сари масалан адирои кӯҳи булбулон мавзеи мо ҳаст то тамоми деҳа паҳн мешуд, садои бақувват доштанд. ман фикр мекунам ки гоҳ-гоҳ замзаме мекарданд, суруд замзаме мекарданд, ин хел албатта бо асбоб не, ҳамин хел бадоҳатан. ман гумон мекунам ки ҳамин решаи аслии завқу ҳунари сарояндагии Афзалшоҳ аз ҳамунҷа об мехӯрад. ҳамин гуна ҳанӯз солҳои аввали мактабхонаи Афзалшоҳ вориди саҳнаи ҳунар мешавад. аз он солҳо оғоз шудааст иштироки ӯ дар озмуну чорабиниҳои фарҳангӣ ва дар чандин озмунҳои сатҳи шаҳриву вилоятӣ соҳиби ҷоиза гардидааст. ман соли 1969 бори аввал синфи аввал рафтам синфи як ва аллакай соли 73 ман дар озмуни аз назаргузаронии ҷавонон дар шаҳри Панҷакен ҷои аввала гирифтам соли 1973 ва соли 1974 аввали сол дар вилояти собиқ Ленобод яъне дар шаҳри Хуҷанд ҷои якума гирифтам ва дар душанбе аллакай соли 74 моҳи май омада дар аз назаргузаронии республикавӣ ман якум ҷоя гирифтам дар республика. Афзалшоҳ мегӯяд ки ҳанӯз аз солҳои наврасӣ толеъ барояш баландӣ кардаву ҳамнишини мардони бузург шудааст. ӯ аз вохӯриҳо бо устодон Лоиқу Камол Насрулло ва дигар меҳмонони падар ёд мекунад ки тавониста буданд бо ҳузури хеш дар замири як наврас муҳаббати бузург буданро тавлид намоянд. аз кӯдакӣ ки устод Лоиқ меомаданд деҳа хонаи модари он кас аммо болотар буд. баъд мо аз паси мошини устод давида баъд мошиношона шушта ҳамин аллакай ман аз синфи 7-8 бо устод Лоиқ будам шабу рӯз меомаданд Панҷакен ҳамроҳшо. баъд душанбе омадам таҳти назороти устод Лоиқ ба устод Сорбон, устод Ҷурабек, устод Зафар Нозим дар асосан хай бо устод Лоиқ ки ҳамин аввали донишгоҳ қабул шудаму устод Лоиқ мана дар зери тарбияи худашон гирифтанд ва падар ба ваъда доданд ки ин хавотир нашавед, ин бача дар тарбияи ман аст гуфтанд. баъди хатми мактаби миёна бо тавсияи наздиконаш ҳуҷҷатҳояшро ба донишкадаи санъати Тоҷикистон месупорад ва дар тарбияи устодони санъат ҳунарашро сайқал медиҳад. дар ин боргоҳи бузург шумори донишҷӯён зиёд буданд ва Афзалшоҳ маҳз ҳамин ҷо дӯстони хуб пайдо мекунад ва дар пайроҳаи санъат боз ҳам устувортар гом мениҳад. аз он ҳангом оҳангофарӣ мекунаду роҳ меёбад дар дилу дидаи мардум. аз кӯдакӣ мана Нерё Аминов устодам буданд, устоди Шашмақом, барҷастатарин устоди Шашмақом ки устоди Барно Исоқова буданд ва худи Барно Исоқова, Шоиста Муллоҷон ва Аҳмад Бобоқулов. аз мактаби ҳамин бузургон ман омӯхтаам. низорамо Зарипова холакалономо буданд ҳастанд кампир 95 боло ва Холмурод Шарипов амакам ки бисёр устоди калони ман буданд. ман рафта хонаи Холмурод Шарипова моҳош када меистодам. унҷа Ғаффор Валамазода меомаданд, Маҳмудҷон Воҳидов меомаданд, Фотеҳ Ниёзӣ, Сотимуллозода, Ҷалол Икромӣ, устод Лоиқ, Султон Сафаров, Ибод Файзуллоев, бисёр бузургмардон меомаданд, устод Убайд Раҷаб ва мо ҳамин аз ҳамин бузургҳо дар хонаи амакам Холмурод Шарипов ки ман чой дам кардаю дастархонба нигоҳ кардаю ҳамин бузургҳо ба як меҳрубонӣ мекардам. ҳамон вақт аллакай ино мана медонистанд ва ҳамашон дуо медоданд, бисёр ояндаи зур дорад, ояндадор гуфта. ва мо гарди маъракаи ҳамин бузургҳои хӯрдем, калон шудем ва бисёр шахсиятҳои маъруфу маҳбуб кати ҳамнишин будем ва
шояд як гарди аз ҳамаҳо ба ман расида бошад. нахустин суруде ки афзалшоҳро ба халқ тариқи садову симо муаррифӣ мекунад дилам бар рӯдакӣ сӯзад ном дошт ки садсолаҳои дигар дар зеҳни дӯстдорони санъат боқӣ мемонад. اگر یک لحظه خاری زبان بینم سخنهای روان را ناروان بینم به دستی ناتوان بینم دلم بر رودکی سوزد به حال زندگی سوزد دلم بر رودکی سوزد به حال زندگی سوزد. سال 1982 در اینستیتوت سطحی دولتی تاریستان وقتی که من داخل شدم و استاد افضلشاه شادی خط کننده همون دانشکده بودن، با یک مهر و محبت و شناسایی ما در آنجا پیدا شد. ما همچون اکای دادر، همچون استاد شاگرد با هم دیگر خیلی اونس گرفتیم، مهر و محبت پیدا شد بین ما. وقتی که من در خوابگاه یا که در گوشه وقتی که میگذشتم آواز تاری اون کس بلند صدا میداد و رفته گوش میکردم. بعد درم میگشودم میگفتن که درو دادر جان درو شین، اگر خواهی که سناتوری بزرگ شوی، خواهی که حافظی خوب شوی، اگر تو باید خوب نواختن آموزی. برای اول تو نگاه کن. بعد بسیار تار شیرین می نواختن، بسیار همه خیلی نازکانه می نواختن که من در حیرت می موندم. افضلشاه شادی میگوید که همنشینی با استاد لایق و سوربان، عبدالحمید صمد و گلنظر و کمال نصرالله و همکاری نزدیک با ظفر ناظم و آدینه هاشم، جورابک مراد و دوستی نزدیک با کرامت الله قربان برایش امکانیت بیشتر را فرا آورده است تا از محبت و صداقت روزگار منشأ بگیرد، دنیا را با چشم مهر نگرد و در ساختن یک حیات فرهنگی کمر ببندد. در انتخاب سرود و ترانه‌ها همیشه دوستان در پهلویش بودند و آنها را گوش میکرد و فکر و اندیشه آنها برایش مهم بود. یک فضیلتی افضلشاه همین که وای متن سسته یا که متن بیهوده هیچ وقت نسروده است و اگر یگان وای باشد می آورد نشان میداد، میپرسید از من از استاد لایق که همین متن من خوانم یا نخوانم، همین متن ارزش دارد. بسیار سرنده ها بسیار ادیبای بودن که خیلی دادن که این خوان وای مصلحت میکرد، وای راه نداد به همین صفت پست متن ها، اساساً راه نداد. بنابر همین و استقبال نغز یافت و همه سرندهای بزرگ ما. شما اگر توجه کنید هم استاد آدینه هاشم، هم ظفر ناظم، هم جورابک مراد، همه اون حافظای نامدار ما، اینها همشان متنهای بلند میخوندن و متن سست راه نمیدادن. بنابراین محبوبیت در بین خلق مردم پیدا کردن. در عالم ایجاد از هنرمندان کم نفرانی هستند، کم شخصیتی هستند که عاجلیت رو بیشتر و بهتر احساس میکنند. یعنی هر موضوعی که شعر انتخاب می شود، سرود ایجاد می شود، هنرمندی زیرک پیخست میکند که در فلان موضوع، فلان مسئله، همین سرود، همین شعر در خور می باشد. انا افضلشاه شادی از همین قبیل هنرمندانی است که کمی در کمند که عاجلیت در ایجاد آنها باشد، درک احساسی موضوع روز باشد. بجز از اون که از لیریک میسرند، از وطن دوستی، از دوست داشتن، از مهر محبت سرودها پیشنهاد میکنند، اما رسالت اساسی هنرمند هم همون است که هم نفسی مردم باشد، هم نفسی خلق باشد. افضلشاه شادی هنوز از سالهای 80 عصر گذشته میان مردم محبت پیدا کرد و ترانه‌های دلنشینش راه یافتند به دل مردم. از آثار استاد رودکی تا آثار شاعران زمان ما بهترین نوشته ها را انتخاب نموده و آهنگ بسته است.
تنها از اشعار استاد لایق شیرعلی بیش از 180 سرود خوانده است. دشمنانم ضعیف و نامردم، دشمنی مرد آرزو دارم، ای دشمنی مرد آرزو دارم. خیلی زیاد خواندم از استاد لایق و بزرگی لایق، بلندی های شعری استاد لایق مجبور کرد که من همین ایجادیات همین مرد بزرگ با آهنگ بندم از ایجادیات استاد خانم و البته همجایه در هم پایه استاد لایق همیشه همون سالهای اول که آهنگای من می ساختم شعرهای استاد لایق با از خانم گلرخسار زیاد خواندم، از استاد بازار صابر خواندم، از استاد قطبی کرام خواندم، از استاد گلنظر، کمال نصرالله، اشور سفر، نظام قاسم، آذرخش، فرزانه. من از شاعرای زیاد خواندم واقعا و استاد بابای رودکی سر کرده، خواجه حافظ، شیخ سعدی، شیخ اولیا کمال خوجندی، صایب، بیدیل، البته از ایجادیات حاجی حسین کنگورتی، از بسیار بسیار بزرگای خودمو خواندم، چون که این کلاسیکای ما شعرهاشون در عرشی از همه بلندترین فرهنگ دنیا میستد. واقعا هنرمند مردمی تاجیکستان افضلشاه شادی یکی از هنرمندانی حاضر جواب و کسبی هستند و باری اول در برنامه مستقیم بخشیده به روز مادران در سال 1998 در تلویزیون صبح با افضلشاه شادیوف مصاحبه داشتیم و سوال کردم که حضرت سعدی میفرماید که دلارام باشد زنی نیکخواه ولیک از زنی بد خدایا پناه، زنی بد و نیک از نگاه شما. و در جواب حاضر جوابی کرده گفتند که در بیتی دیگر حضرت سعدی خودشون جوابی درست گفتند، یعنی زنی که جهل است و ناراستی بلا بر سر خود نزن خواستی. و همین حاضر جوابیشون بسیار برای همین برنامه ما جالب بود و فکر میکنم که همین هنرمند باید حاضر جواب باشد. دانشی خیلی قوی و کتاب‌های زیادی رو که خواندند و میدانند از ادبیات کلاسیک، از ادبیات معاصر در انتخاب متن و غزل‌ها خیلی موفق هستند. افضلشاه شادی همیشه کوشیده است تا سرود انتخاب کند که به درد مردم ملهم باشد. بهترین ترانه ها به مانند مادر، جوانی رفت، همسایه دختر، شعر را شاعر کنید، تاجیکستان را دیگر قسمت مکن، تو در دنیای من هستی، دیدار در قیامت، جوانی نمی رود، جوانی و جوانی و جوانی و صدهای دیگر را می توان نام گرفت که شنوندگان و دوستداران صنعت آنها را خوب می دانند و زیر لب زمزمه می کنند. من با افضلشاه در تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان سفرهای زیاد داشتم. در همه جا همین خصلت جوانمردیش جلو می‌تید، فرق می‌کند افضلشاه را از دیگران و در سطح‌های گوناگون همین هنر روبری هم کرد، هنرنمایی هم کرد. در همه جا مردم و دوست می‌دارن، محبوب مردم است، از اون خاطر که خودش بسیار جوانمرد است و سرودش بسیار سرودی است که در همه گوشه‌های تاجیکستان و مردم پسند می‌افتد. مثلا وقتی که من در محفل‌های اتفاق نویسنده‌ها برنده می‌شدم و برنامه را می‌دیدم که افضلشاه در اونجا باید هنرنمایی کند، کمتر طول می‌کشد، با مردم می‌گویم که می‌گفتم که شما اولی در نوبت در برنامه ما افضلشاه شادیوف است. آدم‌ها از ته دل کفکوبی می‌کردن. برای چی؟ برای اینکه هم صحبت افضلشاه با اونو پسند می‌افتاد و هم سرودهایش و خواهش می‌کردن که البته جوانی رفته خواند. جوانی در ترغیب سروده‌های استاد لایق افضلشاه در قطار دیگر حافظان دیگر بسیار خدمت شایسته کرد و میکند
мекунад ба ин ба ман маъқул аст ва сурудҳои гулназарам дар интихоби шеър дар интихоби мавзӯъ афзалшоҳи шодӣ бисёр масъулияти хуб дорад. ҳар гуна матн ҳар гуна шеър дар репертуарию аз ҷиҳати маънӣ коҳиш ёфта бошад аз ҷиҳати оҳанг мушоҳида намегардад. камина бо эшон таи чанд соле ки ҳамкорӣ дорем. масалан ӯ ҳеҷ вақт нагуфтааст ба ман ки фалон дар фалон мавзӯъ шеър навис ё ман ҳам нагуфтаам ки ҳамин шеърро масалан замзама кун дар қолаби оҳанг. ҳама шеърҳоро ба худ аз китоб аст, масалан аз шабакаи иҷтимоӣ аст, аз матбуоти давра аст мегираду баъди тайёр шудан аллакай мо хабар надорем дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар телевизионҳо садо медиҳад ва бештар аз эҷоди эшон ва дар ҳамин шабу рӯз ки тақозои давру замон аст сурҳои ватандӯстӣ бисёр дар сатҳи баланд эҷод мешаванд. وطن در کفن نمی غنجد بی وطن جان وطن نمی غنجد جای بیگانه بخش مهمانی پس در آن عادتا نمی غنجد بی وطن در کفن نمی غنجد شخصی غریب دلتنگیز در بیانش سخن نمی گنجد خارزار است از وطن مانده در بری گل بدن نمی گنجد خارزار است از وطن مانده در بری گل بدن نمی غنجد خانه از لعل و گوهرش سازن بی وطن در یمن نمی غنجد بی هوای وطن نفس گیرد دم فرو در دمن نمی غنجد. افضل شادی در پیراهی هنری خود به گوشه و کنار عالم سفر نموده است و هر جای بوده توانسته است تا فرهنگ مردمی را معرفی کند. از بزرگی زبان و تاریخ به همتای خلق تاجیک حرف گوید و او یکی از هنرمندان به حساب می رود که چندین زبان را می داند و با این زبان ها سرود می خواند. خاطره دیگر هنگامی از مهمانخانه تاجیکستان با مهمانان از سابق کشورهای اتحادیه شوروی همکاسبانمان بیرون می آمدیم که تصادفاً با هنرمند مردمی تاجیکستان افضل شادی واخوردیم و بعد شناسایی با زبان خود آنها احوالپرسی کردند و سرود خواندند که برای آنها بسیار غیر چشم داشت بود، خرسند شدند و فکر میکنم که هنرمند باید با تمام زبانها با تمام ایجادات خلق‌های دیگر باید شناس باشند، همکاری داشته باشند و محض همین سمت فعالیت هنرمند مردمی تاجیکستان افضل شادی باعثی نه تنها در تاجیکستان بلکه شهرت زیاد در دیگر کشورها هم با این هنرمند آورده است که البته این موفقیت بی‌نظیر است. در هندوستان همین کنسرت آخران هم در هندوستان در شهر دهلی برنامه بسیار خوش رو گذشت. از شهر دهلی ما بردن به شهر بوپال، یعنی 4 ساعت پرواز بود، سامالیات کردی، طیاره کردی از شهر دهلی 4 ساعت بوپال پرواز کردیم. اونجا 25 میلیون اهالی داشته است. باور کنید یک تالار قریب 3000 سال پیش ساخته شدگی و چونون تالار سنگین خوشو ساخته کنسرت کمپلکس کردگی. همونجا برنامه‌گذاری کردم، پر از تماشابین
هندگی میخونم خرسق میشه، تاجیکی میخونم زیادتر خرسق میشه. ای خدا. با تاجیکی میخونم زیادتر خرسق میشه، هندگی میخونم سال سست‌تر. و من گفتم شما چرا گفتم مردم با تاجیکی بیشتر خرسق میزنید؟ با سردای هندی کمتر. بعدش حساب که اکو آقا گفت ما از افغانستان تاجیکا گفت خرید اینجا 3-4 هزار آدم تاجیکای افغانستان همینجا زندگی میکنیم. در سالهای استقلالیت موضوعهای وطن، وحدت، استقلالیت، تاجیکستان از سرلوحه‌های ایجادیات افضلشاه شادی به حساب می‌روند. او یکی از سرکارترین هنرمند روز است. در آثارش سبک خاصه که زاینده یک مکتب نوین میهندوستی است پویدا میباشد. تا امروز دستگیری هنرمندان جوان است و پیوسته با آنها سرود میخواند و راه کار نشان میدهد. شکرانه امروز خودشون استاد گشتن. امروز یک استادی بزرگی که در ساحه صنعت یک مکتبی بزرگی خودشون رو دارن و شاگردای به نهایت خوب تربیت کردن. بیرون از جمهوری هم باشد هستن شاگرداشون خیلی زیاد و در تاجیکستان هستن به مانند قابل جان ظریفوف، ارکین اردینایف، ذکرالله حکیموف، غالب جان یوسفوف از شهر خوجند، شادران دمیربک عالموف، طاهر جان جورایف. بسیار 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 شاگردای بسیار تربیت کردن که امروز در جاده صنعت اونها یک راه خودشون است. با افضل شد تایی 30 سال زیاد 35 سال ما با دوستی داریم، برادری داریم، بسیار دوستی نزدیکی یکدیگر هستیم. من میدونم که کار میکند، مهنت میکند برای ایجاد. قریب روزی نیست که من همین تلفن کنم اگر استاد شما در کجا هستید، میگوید که اینجا ما مشق داریم. همین است که سرودهای نو به نو این آسان نیست. این سرود آهنگ ایجاد کردن این گویا که آسان است، لیکن از این کار مشکل نیست. هر کس نمیتوند، من نمیتونم، لیکن استاد می جوینده هستند، میکوبند آهنگایی که مانند نباشند، شعرهای بسیار وطنداری و تندرستی، یک پاتریوتیسم بلند خودشون دارن. استاد هنرمندای بسیار خوبی در تاجیکستان داریم. یگانه هنرمند آوازخوانی که تمام کنسرت هایی که میکنند من اشتراک دارم، زنده میخونن، به طور زنده میخونن، آزاد و حتما سرودهای نو به نو. بسیار مشکل است به حال گذاشتن با یگان این یا اون هنرمند آوازخوان، لیکن من با دل پر با سر بلند میگم که استاد افضل شاه استادی هنر خود هستند. مثلا من سرود جوانی رفتم آهنگ بستم، 5 نمود آهنگم قبول نکردم. 5 تا آهنگ بستم قبول نشد. بعد 6م بار من از ترکیه یک ساز آوردم، ساز همین مناختگی عجایب، اسباب همین شیرین بود، آوازش زور بود. همون که نواخته همین حاضر آهنگ جوانی رفت خواندم که زمزمه کرده استاد انامین من یافتی گفتند تمام همین شدر میشه گفتن. واقعا اینا ببین چند سال شد، 20 سال زیاد شد همین مردم همین سرود همه جا میرم طلب میکنن و در حقیقت در همه حالت هنرمند با سرودش به دل مردم راه مییابد و البته با آداب هم گوییم خطا نمیشه، چون که ما باید مردم بکنیم با آدابانه معامله کنیم. چه سود از سر حالا یاری زرافشانی جوانی را چه هست خسلن شوخی بدخشانی جوانی را چی دانا بود چی زیبا بود چی جویا بود اما زود به نادانی به حیرانی به سرسانی جوانی را به نادانی به حیرانی به سرسانی جوانی را گذشت و لحظه شیرین
در زندگی و ایجاد افضلشاه شادی محبت وطن، افتخار از گذشتگان و احترام به تمدن و فرهنگ احساس کرده می شود. او هنرمند است که از نابراری و ناچاری نمی ترسد. او هنرمند است که برایش مشکلی جای ندارد. هنرمند است که میان اهل هنر تاجیک و هنرمندان معروف دیگر کشورها مقام دارد. این است که او را در تمام منطقه های کشور و بیرون از آن دوست می دارند و احترام می نمایند. از هزاران پاره ملت آفریده، روی جلدش نام ملت شد جهانی، تاجیکان را کرد نامی جاویدان، قهرمانی تاجیکستان، قهرمانی تاجیکستان. بیشتر سرودهای افضلشاه شادی الکی همه ما میدونیم در بین سامعان و مخلصانش محبوبیت پیدا کرده است. در هر جا زمزمه میکنند. حتی وقتی که در کوچه ها اگر همراهش قدم زنی، حتما مخلصان در هنگام گذشتن یک شاهبد، یک سرود، یک از ایجاد افضلشاه میشنوانند که ما مخلصی فلان سرود و فلان ایجاد شما هستیم. کجا که نرود میگوید که من از همه جا هم، بابای من از همه جا بود، گذشته من اینجا بود، خاله من در اینجا. کدام منطقه نرود بسیاری ها همینا دیگر خیلی قبول میکنند. لیکن اصلا بگیریم باید هر کدام ما مثل افضلشاه باشیم. مثل افضلشاه باید همین تاجیکستان وطن خود دانیم و تاجیکستان دوست داریم و بگیم که ما تاجیکیم، تاجیکستانی هستیم. شوخی آمیز میگوید، این میگوید همین شوخی افضلشاه با خصلتش، با خدمتش، با رفتارش، با سرودهایش بسیار موافقت میکند چون که بسیار آدمی با سپاس است. نان و نمک مردم ارزگذاری میکند. یک کس مثلا با او یک خدمت کرده باشد، کوشش میکند که به همون چند کرات زیادتر خدمت کند. همین خیلی یک فرهنگ بسیار والا دارد. این از دیگران اصلا از خانواده همین خیلی چی از پدرش که رئیس کلخوز بود و در همین یک محیط بوایی رسیده است که با جامعه، با مردم، با خرد و بزرگ مناسبت کردن بسیار استکارانه، بسیار دلنشین مناسبت میکند. سالهای زیاد در وظیفه‌های گوناگون راهبری فعالیت نموده است و همیشه کوشیده است تا در این هنگام جوانان صاحب هنر را دست بگیرد و برایشان در پیراهه ایجاد کمک نماید. زحمت‌های شبانه روزی، بیدارخوابی‌ها و ایجاد پرمحصول همیشه برایش دست داده تا به هدف‌های بزرگتر رسیده باشد و این زحمت‌ها همیشه از جانب حکومت کشور به نوبت گرفته شدند. او دارای بلندترین عنوان هنرمندی است، هنرمند خلقی تاجیکستان. هنرمند برای وطنش، برای ملتش، برای دولتش باید صدقاً با جان و دل خدمت کند و خودش راه شده رفتن میگیرد. یعنی همین راه شده رفتن میگیرد. برای هیچ کس پیش راه گرفته نمیتوند، چون که راه هنر راه حق است، راه هنر راه فرهنگ است، راه علم است. افضلشاه شادی تا به امروز در پیراهه صنعت یک باغ بزرگ پرمیوه را میماند که دوستداران صنعت اصیل تاجیک هر لحظه و هر ثانیه کام خود را شیرین میکنند و این باغ روز تا روز سبز می شود و تراوتش بیشتر. بزرگ میگوید یک زمره آدمان هیچ وقت از کار خویش قانع نمی شوند و همیشه میکوشند تا کار دیگری را کرده باشند و به این زمره اهل ایجاد شاملند. افضلشاه شادی نیز از آن هنرمندان است که همیشه کوشش کرده است که یک ترانه‌اش از ترانه دیگر خوبتر و بهتر آید. در ترنم وطن و محبت به زندگی بیشتر سراییده است، زیرا مهر وطن در ضمیرش گل میکند و این مهر و طریق ترانه‌هایش به مردم میرساند. پیوسته در خدمت خلق است و از این کار خویش افتخارمند است. شکرانه میکند که فرزند این سرزمین است و در این خاک و بوم زندگی دارد. هر کجای سفر کرده بهتر و زیباتر از این سرزمین مکانی را ندیده است. او میگوید هر روز در کوچه های پایتخت با افتخار قدم میزنم
و از زیبایی دوشنبه شهر می بولم. هر لحظه شادی خود را در آهنگهایم جای می دهم و دوستداران صنعت پیشنهاد می نمایم. تا یک ترانه هست جوانی نمی رود، یک عاشقانه هست جوانی نمی رود. بهری نیاز بردن و همراز یافتن، بهری نیاز بردن و همراز یافتن. تا یک بهانه هست جوانی نمی رود، تا یک بهانه هست جوانی نمی